بریم پیش استاد حسن رنگمون رو تعمیر کنیم. استاد حسن تعمیرش کن. این استاد حسن خیلی دلش گرم میخواد. اینم علی بهزاده. بله استاد حسن اول رنگ اول تایر در میارین، خیلی اعصابش خورده. کفنی هم خوکیه حسن دیگه هر چی خوشه رفیقامون کردن، بدبختی سیسماس واسه ما بود. اسپاکان شل بود، آقا حسن سفتشان کرد. این اسپاک باعث لرزش موتور میشه. نه دستاش بازی میکنه ولی الان شاگردش تازه از بنگو اومده، نمیدونه یوتیوب چیه متاسفانه. خوش دیب گب نزن. بله استاد حسن خیلی تو کارش ماهره. به صورت حرفه‌ای بله. خب الان یه مایه بزنیم برای راه رفتن جا. مایه برای چیه آقا حسن؟ این برای راحت رفتن جا و لاستیک راحت در اومدن. به همین سادگی. بله نگاه کن اینجا اتمام کار تمام. حالا ساعتش که خود دیگه